زندگی آزادی. برای نان، برای کار، برای هر شادی، برای جان، برای خون، به یاد افغانی، به داغ هر مادر، به اشک هر خواهر، به پینه دستان، به خشم فرزندان، به هر زبان، ز هر کجا صدای ما و مشت ما رود هوا. ما یکی باشیم درون این توفان، شجاع و بی پروا مقابل شیطان که وارث خشمین صدای ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی. بیا بیا تو هم کنار من، بخوان بخوان هوای رستمان، سرود روشن سپید از پس شبان، صدای غرش نهایی و خروش من، زن جهان رانه‌ای از این سرودگان، شکفتنی که شد نشان ما در این جهان. بیا بیا تو هم کنار من، بخوان بخوان هوای رزممان، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان. بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، در سر هوایی دارم، بانگ صدایی دارم، در دل نوایی دارم، من نی نوایی دارم، صبح پگاهی دارم، از نو نگاهی دارم، دیده براهی دارم، فرخنده ماهی دارم، من آفتابی دارم، شمشیر نابی دارم، روز حسابی دارم، خشم و عذابی دارم، شیر ژیانی دارم، گرز گرانی دارم، راز نهانی دارم، شوری دجانی دارم، من خون فشانی دارم، آتش فشانی دارم، رستم نشانی دارم، دشمن کشانی دارم، من انقلابی دارم، من پیچ و تابی دارم، با خود کتابی دارم، فصل خطابی دارم، من کارزاری دارم، فکر شکاری دارم، از نو بهاری دارم، از خود گذاری دارم، اینک قیامی دارم، روشن پیامی دارم، شیرین کلامی دارم، شیوا سلامی دارم. همواره در قلب مایید، ای رنجتان رنج ما، لبها سراین رهایی در کوی ها کوچه ها، ای رهروان دربند با دستوار از نشان، در پشت میله های زندان زنجیر
هنگامتان. در پشت میله های بند بشنویم آوایتان، زیر رنج و شکنجه زندان با عشق آرمانتان. خشتی ز زندان بلرزد با هر نفس رنجتان. ای رهروان دربند باز استوار از متان، در پشت میله های زندان زنجیر شکن گامتان. آفرینندگانیم نبرده بندها، ما ارمغان آورانیم شادی را آزادی را، بازو به بازو برای آزادیتان هم صدا. ای رهروان دربند باز استوار از متان، در پشت میله های زندان زنجیر شکن گامتان. ما توفت بر این نظم و زندان برکند آن راز جا، تا دمد خورشید رخشان غروب آزادی را. ای رهروان دربند باز استوار از متان، در پشت میله های زندان زنجیر شکن گامتان. پاشو بیا بیرون سرتو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. پاشو بیا بیرون شهرتو بس بگیر، اختیار فرداتو دست بگیر. پاشو بیا بیرون دیروزو بکن. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. با عرض سلام حضور شما بینندگان گرامی،
در پخش زنده تلویزیون کومله در خدمت شما عزیزان هستم. انقلاب به خصوص در حاکمیت‌های مستبد و دیکتاتوری همچون حکومت اسلامی ایران اجتناب ناپذیره. بنابراین چه بخوایم و چه نخوایم انقلاب راه خود را پیدا میکنه و برای طی این راه سخت و دشوار نه از کسی اجازه میگیره و نه با قدرت کسی و جریانی از حرکت باز میمونه و دیر یا زود به اهداف خود که همانا سرنگونی حاکمیت و یا نظم موجوده به موفقیت میرسه. ایران در قرن اخیر 2 انقلاب رو از سر گذرانده، انقلاب مشروطیت و انقلاب سال 57. اما هر 2 انقلاب به اهداف خود نرسیده و به شدت سرکوب شدن. اکنون نیز جامعه ایران بار دیگر گام به گام به انقلاب 3 خود نزدیک میشه. حال بعد از انقلاب چه اتفاقی رخ خواهد داد بستگی به نیروهای پیشبرنده انقلاب داره. جامعه ایران و جهان و همچنین سطح آگاهی نسبت به انقلاب 57 ایران بسیار تغییر کرده، اما در این حال هیچ الگوی واحدی وجود نداره که بتونه سرمشق همه انقلاب ها قرار بگیره. هیچ قاعده‌ای هم وجود نداره که بگه انقلاب ها چطور خلق میشن. در طول حیات هولناک حکومت اسلامی حتی در جریان اعتراضات آبان و دیماه و غیره این همه همبستگی و از خودگذشتگی و پیگیری و مقاومت مردمی رو برای تغییر اساسی همه ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و قضایی جامعه ندیدیم. از سرتاسر ایران جوانان، زنان و مردم پرشور خیابان‌ها رو یکی پس از دیگری پر می‌کنن و نیروهای سرکوب حکومت رو خسته و درمانده می‌کنن. هر اعتراضی که امروز سرکوب میشه فردا با قدرتی 2 چندان آغاز میشه. عزیزان، برای گفتگوی بیشتر در مورد اعتراضات اخیر در خدمت رفیق حسین احمدی نیاز هستم. رفیق حسین، ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردید. سلام و درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت شما و کلی بینندگان تلویزیون کومله. رفیق حسین، ارزیابی شما از اعتراضات اخیر چیه و این اعتراضات چه تفاوت‌هایی با اعتراضات سال 96 و 98 و اعتراضهای سالهای گذشته دیگه داره؟ در کل میتونیم اینطوری بگیم این جنبشی که در ایران یا انقلاب نوینی که در ایران شکل گرفته و افتخار اون نصیب ملت کرد تحت عنوان شعار ژنژیان آزادی قرار گرفته، برای اولین بار هست که در خاورمیانه و برای اولین بار است که در ایران داره شکل میگیره. برای اینکه شما در نظر بگیرید وقتی ما تاریخ ایران رو در نظر میگیریم، انقلاب مشروطه، انقلاب دوره یا تحولات دوره مرحوم دکتر مصدق و بعد سال 57، هر کدوم از اینها و بعد حتی اعتراضاتی که در سال 88 76 88 و حتی 96 و 98 هم شکل گرفت، خیلی با این انقلاب فرق میکنه. برای اینکه این بار مردم ایران خواهان برابری هستند، برابری، حقوق بشر و آزادی، به دور از هر نوع تبعیض، به دور از هر نوع طبقه بندی، به دور از نگاه مرد سالارانه یا زن سالارانه هست. در گذشته مثلا در انقلاب مشروطه مباحث دینی مبنای تحولات قرار گرفت که شما اگه قانون اساسی دوره مشروطه رو، متمم قانون اساسی دوره مشروطه رو با قانون اساسی همین الان جمهوری اسلامی در نظر بگیرید، یکسان و برابر هست. اما این بار یا 157 بازم مسجد و هیئت‌های مذهبی یا شعارهای مذهبی رکن اولو داشت، ولی امروز ما شاهد این مسئله هستیم که مردم شعار میدن توپ تانگ فشفشه، آخوند باید گم بشه. یعنی به طور کامل مردم به تمام نمادهای مذهبی در ایران دارن نمیگن و این بسیار ارزشمنده. این بار به دور از تمام مذاهب و ادیان و ضمن احترام به تمام عقاید، باورها، ادیان و مذاهب مختلف، مردم ایران به پا خیستند و این جنبش برآمده از خشم فروخفته صدها سال است که در ایران وجود داره. فقط این 43 سال نیست،
به قبل از اون هم بر میگرده. یعنی ستمی که مبنای اون مذهب بود، مبنای اون تبعیض بود، مبنای اون طبقات نژادی بود، طبقات جنسی بود، همه اینها به طور کامل یعنی ستم حاکم بر طبقات بود. این خشم یک طغیان نوینی است که در جامعه ایران در حال شکل گرفتن است و بسیار ارزشمند. برای بار اول است، نه در ترکیه، نه در عراق، نه در افغانستان، نه در پاکستان، در خاورمیانه چنین چیزی تا به امروز وجود نداشته است که ژن آزادی مبنای تحولات بنیادین یک انقلاب باشد. رفیق حسین، امروز بنا به فراخوان‌هایی که دانشجویان و جوانان محلات شهرهای مختلف شورای صنفی فرهنگیان دادن، اعتصابات و اعتراضاتی در کشور رخ داد. همچنین دانشجویان دانشگاه‌های زیادی اقدام به برگزاری تحصن و اعتراض کردند. میخوام بگم که وظیفه نیروهای چپ چیه برای اینکه این اعتراضات گسترده تر بشه و برای پیوستن بیشتر مردم به این اعتصابات و اعتراضات؟ به طبع جنبش نوین ایران نیازمند همبستگی تمام آحاد مردم ایران هست. دانشجو، بازاری، جوانان، مدارس، دانشگاه‌ها، همه اینها، معلمین، کارگران، همه بایستی متحد دست در دست هم قرار دهند و به پا خیزند و در این اعتصابات، شورش‌ها و این وضعیتی که ما میتونیم انقلاب نام بگذاریم بایستی همبستگی داشته باشند، همکاری و مشارکت داشته باشند. بنابراین حتما چون در جامعه ایران بازار و بازاریان بخش لاینفک این جامعه را تشکیل میدن، به طبع حضور اونها بسیار میتونه موثر باشه. صرف اعتصاب بازاریان نمیتونه موتور متحرکه این انقلاب باشه، بلکه یکی از اجزاء اصلی این انقلاب هست. بازم تأکید میکنم این انقلاب نیازمند همبستگی همگان هست. زنان، دانش آموزان، دانشجویان، رشته‌هایی مثل کارگران، کارخانجات، بخش رانندگان، همه اینها رو بایستی در بر بگیره و این میتونه موثر باشه. باز هم یکی از شگفتی‌های نوینی که در این انقلاب مشاهده اون هستیم همون دهه 80 ها یا دهه 90 ها هست که به شکل پررنگ این دختران مدارس رو میبینیم که این روسری ها را به عنوان نماد نفرت و زور و ستم و دیکتاتوری از سران خود سر خود بر میدارن و اون موهای قشنگ و نازنین خود را نشون میدهند. این واقعا بسیار ارزشمنده و لذت بخش و این روح میده به خود همین انقلابی که در حال جریان هست. به طبع این هم یکی از شگفتی‌های ارزشمند این انقلاب هست که بار اول داره اینطور کودکان یعنی افراد زیر 18 سال دارن نقش اساسی رو در این نشون میدن و متاسفانه شاید این مسئله هستیم بیش از 32 نفر از دانش آموزان هم در جریان این جنبش جان خود را به شکل غیر انسانی از دست دادن. یعنی نیروهای سرکوبگر اینها را شهید کردند. رفیق حسین، اشاره کردید به این که 32 نفر از دانش آموزان در جریان این اعتراضات کشته شدند. جمعاً آماری که اگه من اشتباه نکنم بیشتر از 270 نفر در سراسر ایران در جریان اعتراضات به دست نیروهای سرکوبگر کشته شدند. دلیل این همه سرکوب چیه و مقامات رژیم، نیروهای سرکوبگر با این اقدامات میخوان چی رو ثابت کنن؟ ببینید آمار کلی 270 نفر، فقط کودکان 32 نفر هست. خب البته بعضی از جنبش ها هم آمار 400 نفر به بالا را اعلام کردند که احتمال داره، چون در حال حاضر بیش از 20,000 نفر بازداشت شدن، به شکل غیر انسانی با اینها داره برخورد میشه.
معلوم نیست که خیلی ها بازداشت شدن چه سرنوشتی پیدا کردن، چون هیچ نهاد و سازمان و گزارشگر مستقلی نیست روی این قضیه تحقیقات جامعی رو انجام بده. همین مسئله باعث شده که ما آمار دقیقی رو نداشته باشیم. اما سازمان‌های حقوق بشری آمار 270 نفر رو در نظر گرفتن. در نظر داشته باشید جمهوری اسلامی ایران شاید بگم یکی از بدترین، خطرناکترین و درنده ترین سیستم های حکومتی است که به کودکان هم رحم نمیکنه و ما شاهد این مسئله بودیم که کودکان که امید و آرزوی پس از آزادی ایران را در سر دارند چه ظالمانه در مدارس یا در خیابانها شهید شدند. اسرا پناهی یکی از دختران دانش آموزی است که در اردبیل بر اثر خشونت، شکنجه، بدرفتاری و کتککاری جان خودش رو از دست داد. داستان همین اسرا پناهی نمونه عینی وضعیت جامعی ایران تحت لوای جمهوری اسلامی ایران هست. پدر اسرا پناهی اعدام میشه، خود اسرا به این وضعیت اعتراض میکنه، حق اعتراض رو از وی سلب میکنن و در روز روشن در مدرسه توسط نیروهای سرکوبگر متاسفانه به شکل فجیعی مورد خشونت، شکنجه و بدرفتاری قرار میگیره و شهید میشه. برادر اسرا هم بابت این مسئله خودکشی میکنه و تحت وضعیت ناخوشایندی قرار میگیره. ببینید این یک پلان خیلی کوچک، یک پورتره یا یک تصویر بسیار کوچیک از جامعه ایران تحت لوای جمهوری اسلامی ایران هست و این نسبت به کل ایران تسری پیدا میکنه. در خود زاهدان بسیاری از کودکان ظالمانه شهید شدند و بدون هیچ دلیلی اینها مورد هدف قرار گرفتن. بازم تأکید میکنم عناوینی چون قانون، حاکمیت قانون، عدالت قضایی، اینها به طور کامل در این 43 سال لگدمال شد در جامعه ایران و از بین رفت، مفاهیم خود را از دست داد. بنابراین وقتی که این مفاهیم از دست بره، حکومت زور حاکم است. در حکومت زور همه اینها که تحت لوای خود آقای خامنه ای قرار میگیرند و خامنه ای مسبب تمام این جنایات ها و کشتارها و شکنجه ها در جامعه ایران هست، به تک تک سرکوبگران فرمان حکومتی و دستور داده که به شکل بسیار خشنی با مردم، اعم از کودک، جوان، پیر، زن، همه اینها برخورد بشه که ما شاهد جنایات وسیعی از سرکوبگران علیه معترضین و انقلابیون در کف خیابان‌های ایران هستیم. رفیق حسین، امروز در کشورهای مختلف آکسیون‌های اعتراضی و در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران برگزار شد و طبق آمار بیشتر از 50,000 نفر فقط در برلین در این آکسیون شرکت داشتن که از شهرها و کشورهای مختلف هم روز قبل از اون بلیط گرفته بودن و راهی برلین شده بودن. این آکسیون ها، این حمایت ها تا چه اندازه میتونه روی تصمیم گیری مقامات رژیم تاثیر بذاره و اینکه چه تأثیری روی خود خیزش میتونه داشته باشه، روی روحیه تظاهر کنندگان؟ اولین تأثیر این اکسیون ها، خصوصا اکسیون تورنتو و برلین که امروز به شکل بسیار باشکوهی در حال انجام شدن هست، این است که تصمیم کشورهای اروپایی را در برخورد با ایران تعیین میکنه. یعنی وقتی که احزاب کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا، استرالیا و نیوزیلند میبینن که مردم ایران خواهان رفتن و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هستند و این حجم وسیع از ملت در کشورهای اروپایی به پای کار اومدن و در خیابان هستن، به طبع برای جلب نظر افکار عمومی این جوامع از برخورد با جمهوری اسلامی ایران به شکل حذف این کشور یا اخراج سفرای این کشور
توقف هر نوع معامله و گفتگو با جمهوری اسلامی ایران و یا فراخوان سفرای خودشون از ایران دارن گام برمیدارن. یعنی تا دیروز که جمهوری اسلامی ایران یه ذره میتونست با دروغ پردازی خودش در اروپا و آمریکا و کانادا حرفی بزنه، امروز به طور کامل دیگه این دروغاش برای مردم جامعه اروپا، احزاب و رهبران کشورهای غربی مشخص شده. تک تک رهبران اروپایی، آمریکا و کانادا شاهد این مسئله هستند که ملت در همبستگی خودشون، چه ایرانیان داخل و چه ایرانیان خارج، خواهان تغییرات بنیادین در ایران، یعنی تغییر و چنج رژیم جمهوری اسلامی ایران و شروع یک حکومت دموکراتیک بر اساس رأی و خواست ملت هستند و دارن به این سمت گام برمیدارن که به این خواست ملت احترام بگذارن و اینو در نظر بگیرن. بنابراین دیگه جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اعتبار، جایگاهی در کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا هرگز نخواهد داشت و این درس بسیار بزرگیه. تا دیروز همه اکسیون‌هایی که در کشورهای اروپایی شکل می‌گرفت به شکل حداقلی بود، 20 نفر، 30 نفر، فوقش 1000 نفر. ولی امروز وقتی از بین 50,000 تا 200,000 نفر شرکت کننده در یک اکسیون سیاسی شرکت میکنن با تمام عقاید، اندیشه ها و بینش ها از همه احزاب، از تمام اقلیت ها و اقوام، نشون میده که مردم ایران عزمشون جزم هست و برای تغییرات بنیادین در ایران بایستی به این عزم و جزم ملت ایران احترام گذاشت و این باعث میشه که رهبران اروپایی در تصمیم گیری های خود در ارتباط با ایران تغییرات بنیادین ایجاد کنند و به خواست معترضین، انقلابیون و این جنبش توجه جدی داشته باشند. این بار دیگه مثل دفعات قبل نیست، کما اینکه ما شاهد بودیم که اوباما اعلام کرد من در سال 88 پشت مردم ایران رو خالی کردم. کار بسیار اشتباهی بود. آقای بایدن نبایستی این کار بکنه و همه اینها هم به این نتیجه رسیدن که این جنبش، این انقلاب، این تغییرات، این درخواست‌ها، این شورش با آنچه که تا به امروز در تاریخ ایران انجام شد بسیار متفاوت هست، چون مبنای اون زن، زندگی، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر است. رفیق حسین، آیا این جنبش و نقش زنان فقط برداشتن حجاب بود؟ خیر، برداشتن حجاب فقط یک مقوله و مصداق از خواست مردم ایران هست. من در ایران وکیل دادگستری هم بودم، پرونده های بسیار عدیده‌ای دیدم. زنان در ایران برده محسوب میشن، کالا هستن، مایملک محسوب میشن. زنان نه در این 43 سال، در قبل از اون هم تحت ستم بود. حجاب یک مصداق عینی از ستم هست. ما مردم ایران خواستهای متعدد بنیادین و ارزشمند دیگری دارند، مثل برابری، رفع تبعیض، آزادی، احترام به تمام طبقات جامعه، تک تک خواستهایی که مردم در این سالها داشتند. زنان چقدر ستم دیدن، به همون اندازه مردان هم در جامعه ایران ستم دیدن. همگان، جوانان، کودکان، همه اینها تحت ستم بودند. وقتی که کودکی طبق قانون در ایران، والدین طبق قانون حق تنبیه و کودک کاری اونها رو دارند، وقتی معلمین حق کودک کاری دانش آموزان دارند، وقتی که سیستم آموزش و پرورش در ایران عقیدتی هست و دروس قرون وسطایی و پیشپا افتاده را در ذهن این کودکان میکنند، این کودکان آینده ای نخواهند داشت. بنابراین خواست مردم ایران فقط حجاب نیست. حجاب یک مصداق و تجلی از ستم جامعه ایران هست. خواستهای متنوع و موارد عدیده در خواست ملت ایران برای این جنبش، این شورش و این انقلاب هست. رفیق حسین،
آینده این جنبش رو شما چطور می‌بینید؟ به طبع این جنبش بسیار مبارک است، آینده ارزشمندی داره، باعث میشه فردا روز هر حکومتی در ایران بعد از رژیم جمهوری اسلامی ایران سر کار بیاد دیگه مثل خمینی مردم را فریب نده، دیکتاتور نباشه. مردم به آگاهی رسیدن، به شعور کامل سیاسی خودشون رسیدن. نقش آگاهی و این شعور و باز تولید عقلانیت در جامعه امروز ایران به نحوی است که ستم بر طبقات جامعه، ستم بر جنسیت، ستم بر زنان، بر مردان، بر کودکان، بر دختران در ایران دیگه تمام شده و امروز وقت احترام گذاشتن، پذیرش و پذیرفتن تفاوت‌ها در جامعه ایران، احترام به تمام زبان‌ها، عقاید، باورها و ایدئولوژی‌ها در جامعه ایران هست. مردم دیگه کهنگری و ستم را کنار گذاشتند. ممنون رفیق حسین از اینکه دعوت منو قبول کردید. من سوالی ندارم، ولی شما اگه نکته یا چیزی داری که بخواید به صحبتاتون اضافه کنید بفرمایید. من امیدوار هستم با این جنبش، با این همبستگی، با این اتحاد مثال زدنی و ارزشمند و توجه به خواست اینها شاهد آینده‌ای نوین برای کردستان و ایران باشیم. ما روزهای ارزشمندی رو از دست دادیم، نگذاریم بیش از این بر ما ستم بشه، نگذاریم زنان ما، کودکان ما، مردان، جوانان بیش از این شاهد شکنجه و از دست رفتن جان عزیزانشون باشه. کاری بکنیم تناب دار اعدام در کردستان و ایران تمام بشه، از بین برود، شاهد شکوفایی آزادی، برابری باشیم. مردم ایران حق بهزیستن، شاد زیستن و شاد دیدن قشنگی زندگی رو داریم. اینو از اونها دریغ نکنیم. به امید روز آزادی و همون ژن آزادی. بله ممنون از شما رفیق حسین احمدی نیاز برای اینکه دعوت منو پذیرفتید. عزیزان بعد از دیدن یک کلیپ دوباره در خدمت شما خواهم بود. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردام، من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردام، من مخالف حجابم.
سیاهی من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه روسری نمیخوام، منو از چیزی نترسون، من همینم که همینم، تو دیگه تموم کارت، دارم اون روزو میبینم. پاشو بیا بیرون سرتو بالا کن، پاشو اسم مهسا رو صدا کن، پاشو بیا همه قفلا رو بشکن، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. بله عزیزان، همونطور که در خبرهای امروز هم به اون اشاره شد، متاسفانه مطلع شدیم که رامین فاتحی، یکی از مبارزین شهر سنندج که در تاریخ 21 مهر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، شب جمعه 29 مهر ماه زیر شکنجه ماموران اداره اطلاعات رژیم جونش را از دست داده. برای گفتگوی بیشتر در این مورد و دونستن جزئیات این حادثه ناگوار، برادر رفیق رامین فاتحی، رفیق چیا فاتحی با ماست که در این خصوص بیشتر برای شما بینندگان توضیح بدن. رفیق چیا، ضمن خوش آمدگویی به شما و عرض تسلیت به شما و خانواده محترمتون، میشه بیشتر در این مورد، در مورد جزئیات این حادثه صحبت کنید؟ سلام و عرض ادب، خسته نباشید. همونجوری که همگی اطلاع دارید، دو برادر خواهر من که روزهای 21 اکتبر و 14 اکتبر یا همون 21 مهر ماه و 22 مهر ماه بله. تو سنندج و اطراف سنندج توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدن. تا دیروز هیچ اطلاعی ازشون نداشتیم، از سلامت، از هیچی، اصلا نه تفیف، تا اصلا بهمون نگفته بوده اتهامش هم چیه، تا که دیروز ما با یکی از بستگانمون تماس گرفتن ساعت 10 شب از وزارت اطلاعات، بهشون گفته بودن که بیاد وزارت اطلاعات. زمانی هم که رفت اونجا فقط گذاشته بودن جنازش رو شناسایی کنه. وقتی هم که جنازش رو شناسایی کرد توی خفقان و بدون اینکه اصلا به کسی از خانواده درجه یکش اطلاعی بدن یا کسی همراهشون باشه، خودشون اونو برده بودن توی قبرستان بهشت محمدی سنندج و دور از چشم خانواده‌اش رامین رو دفن کردن و بهشون هم گفته بودن، به اون فامیلمون که رفته بود بهش گفته بودن که خودکشی کرده. تا اینکه مشکلی پیش نیاد واسه خودشون، صدای مردم بلند نشه، گفته بودن خودکشی کرده. از فامیلمون هم تعهد گرفته بودن که به هیچ عنوان حق نداره رسانه‌ای بشه، به هیچ عنوان حق ندارن مراسم ختم واسش بگیرن، وگرنه اگه این کارا رو بکنن این مشکل اون دو نفر دیگه از خانواده بیشتر میشه و این هم یه مشکلی میشه روی مشکلاتشون. تا به امروز هم که مردم سنندج خودشون واسهشون یه مراسم گرفتن، نیروی اطلاعاتی هم اونجا حضور پیدا کردن و همه مردم رو جمع کردن و کل اعلامیه و پلاکارت و هر چی بود توی محله یه خونه پدریم است و همش رو جمع کردن. رفیق چیا، گفتید که 2 نفر دیگه از اعضای خانواده‌تون بازداشتن، از وضعیت اونها خبر دارید؟ نه، متاسفانه از وضعیت هیچ کدومشون خبر نداریم. همون مثل روز اولی که بردن تا حالا همون اطلاعاتی که بهمون دادن روز اول، فقط گفتن بردیمشون واسه
بازپرسیم بردیم باش ازشون اطلاع بگیم. تا الان هم هیچ خبری ازشون نبوده. وقتی بستگان منم هر روز مراجعه میکنم به وزارت اطلاعات، فقط با توهین و تهمت و اینا روبرو میشن و نمیذارن اصلا اونجا وایسن. تا حالا هیچ اطلاعی از سلامت یا از کجا هستن به ما نرسیده. رفیق جیا، اوایل بازداشت که خانواده‌تون خیلی پیگیر این موضوع بودن، ما خبرهایی به دستمون رسید که گویا حتی به پدر و مادر شما که افراد مسن و سالخورده‌ای هستند توهین شده و برخی از اعضای خانواده شما هم که برای پیگیری جلوی در به اداره اطلاع رفته بودن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. این صحت داره؟ بله صحت داره. من گفتم هر روز که اینا میرفتن توهین کردن بهشون. نه که اینکه بگم فقط خانواده ما اونجا بود، خانواده جوانای دیگه، اونای دیگه هم که تو چنگ وزارت اطلاعات بودن، همشون همینجورن. چون وقتی میرفتن اونجا فقط خانواده من نبودن، حدود 100 خانواده اونجا بود. با همه برخوردشون بد بود، همه رو بیرون میکردن، توهین کردن، ضرب و شتم کردن. با همه مردم اینجوری بودن. ممنون رفیق جیا. رغم اینکه واقعا میدونم وضعیت روحیتون خیلی مناسب نبود و لطف کردید که دعوت منو قبول کردید، جزئیات بیشتری رو توضیح دادید. دوباره بهتون تسلیت میگم و امیدوارم که غم آخرتون باشه. اگه صحبتی دارید در خصوص اعتراضات و ادامه این اعتراضات در خصوص جان باختن رفیق عزیزمون رامین، میتونید چیز بیشتری توضیح بدید؟ بفرمایید. ممنونم. فقط تنها درخواستم اینه از مردم که صدای رامین باشن، صدای ژینا باشن، صدای برادر و خواهر دیگه من باشن که الان تو چنگ وزارت اطلاعاتن. نذارن این جمهوری اسلامی دیگه بیشتر از این دوام بیاره، چون واقعا روز به روز جوانای ما دارن بیشتر پرپر میشن. ممنونم. ممنون از شما رفیق جیا فاتحی عزیز. بله عزیزان، مطمئنا شکی نیست که انتقام جان باختن رامین و مهسا و ژینا و دیگر عزیزان جان باختم رو با به گور سپردن جمهوری اسلامی که تلیه‌های اون از 1 ماه پیش آغاز شده، حتما میتونیم انتقام این عزیزان رو در فردای انقلاب بگیریم. همبستگی و اتحاد علیه هر گونه ظلم و ستم و استثمار حاکمیت و در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه نوین آزاد و برابر و انسانی با مشارکت عمومی مردم از طریق شوراها و جمعیت‌ها و سایر تشکل‌هایشون، فضای تمام محیط‌های کار و تولید، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات و حتی محیط‌های خانوادگی در حال تغییر و طبیعتاً تمام جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی در حال متحد شدن هستند. اکنون ضرورت داره که جنبش خیابانی با اعتصاب محل کار و تولید و دانشگاه و مدارس و ادارات دست به دست هم بدن، اعتصاب عمومی رو در سرتاسر کشور آغاز کنند. اکنون ضرورت داره که تلاش برای شکستن درهای زندان و آزادی تمام زندانیان سیاسی و اجتماعی در اولویت خواسته هامون قرار بگیره. عزیزان، به پایان پخش زنده دیگر از تلویزیون کماله رسیدیم. تا به هم رسیدن دیگر، شب و روز بر شما خوش. بدرود. دنیای آرزویم، بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم. دنیایی که از پشت تفنگم میبینمش، وقتی که میجنگم میبینمش، که آنجا دیگر جنگی نه، تفنگی نه، زوری نه تا به زور براندازی. میبینمش که آنجا دیگر سرمایه کار را قیچی نمی کند، کس را کسی اجیر نمیگیرد. آنجا دیگر نیاز را با نان در جنگ نمی بینی. اندیشه ها و پنجه ها و رباط ها می سازند و می سازند از نان و شادی و دانش و زیبایی هر آنچه را که بخواهی.
اما دیگر در هیچ کارخانه نمی سازند، نه قفلی، نه گاو صندوقی، نه دستبندی، نه کلاهخودی. آنجا دیگر پلیسی و آخوندی نمی بینی مگر صورتک‌هایشان را در باغ وحش پارک محله. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم، دنیایی که نام قشنگش را هر شب بر دیوار خانه‌های فولاد شهر و زورآباد می‌نویسند، نامی که هر صبح عزمی دوباره در دلمان نقش می‌کند، نامی که هر روز بوزینه‌ها آن را با فرچه‌هایی چون ریش‌ها و کینه‌هایشان سیاه پوش می‌کنند. اما نام قشنگ دنیایم از زیر آن سیاهی‌ها هم می‌گوید آنجا هر جا که می‌روی زیبا شهر است، با مردمی گشاد دل، با خانه‌هایی سرشار از عشق و دوستی. دیوار خانه‌ها تازه اگر دیواری باشد گلبافه‌های اطلسی و شمشادند که مرزهای نازک خوشبختی را نشانه می‌کنند. آنجا صفای عشق از بند زور و زر، از پیلی دروغ و ریاکاری آزاد است. زن یار و مرد یار هر دو برابر افسانه نیستین، باور کن این حقیقتی انسانی است. بنشین تا با تو بگویم از دنیای آرزویم، دنیایی که روز اول مهر با آرزوی آمدنش هر سال در 100,000 شهر چراغانی، در بیشمار کارخانه، خیابان، میدان جشن و سرور جهانی برپا می‌کنیم. دنیایی که زیر سوسوی فانوس معدن می‌بینم آسمان چراغانش را، دنیایی که در کویر خشک نفسگیر می‌بینمش به سبزی جنگل‌ها، می‌بینمش به سرخی مشعل‌ها. آنجا من و تو یاریم، آنجا من و تو با همه یارانیم. با من نگو کجاست، همین جاست یار من. دنیای آرزوی من و تو همین دنیاست، روی همین زمین سفتی که زیر پای ماست. تنها باید که زیر رو شود، آری باید که زیر رو شود، هرچه زودتر با دست ما که ساخته ایم و میسازیم باید که زیر رو شود هرچه زودتر. بگذار تا باز هم با تو بگویم از دنیای آرزویم. Hepimiz birimiz için. Büyüktür halkın elleri, kenetli elleri.
yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. Kavga derde deva için birimiz hepimiz için, Hepimiz birimiz için. büyüktür halkın elleri, sımsıcak elleri. Uzanır kör hücreye, sarar yaralı bedeni. Yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. Kavga derde deva için birimiz hepimiz için, Hepimiz birimiz için. büyüktür halkın elleri, kenetli elleri. Alır duvarın ardından, yalnız koymaz dilerini. Yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. Kavga derde deva için birimiz hepimiz için, Hepimiz birimiz için. büyüktür halkın elleri, öfkeli elleri. Gurur gecesini namerdin, adı olur adaletin. Yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. Kavga derde deva için birimiz hepimiz için, Hepimiz birimiz için. yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. Kavga derde deva için birimiz hepimiz için, Hepimiz birimiz için. büyüktür halkın elleri, sımsıcak elleri. Uzanır kör hücreye, sarar yaralı bedeni. Yazılsın bir kez daha tarihin ak sayfasına. نه به پوشش به زور، نه به هرچه سانسور، نه به خودکامه ها، نه 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 به ننگ کشور، نه به شخص رهبر، نه به عمامه ها، نه نه نه
نه به گشت ارشاد خصم زنان آزاد، نه به دیکتاتورها، نه نه به زجر و زندان، نه به ضد انسان، نه به جیغ خورها، نه نه به نوح خانی دشمن شادمانی، نه به مدح و مداح، نه 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 به دین زوری، نه به بیشعوری، نه به اشک تمساح، نه 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 به کشت و کشتار کار بسیج و پاسدار، نه به حکم اعدام، نه 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 به آقازاده که حاصل فساده، نه به کل نظام، نه 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 به پوشش به زور، نه به هرچه سانسور، نه به خودکامه ها، نه 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 به ننگ کشور، نه به شخص رهبر، نه به عمامه ها، نه 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 برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزا که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی.